اولین ویدیو یوتیوبمه. اومدم که سوالایی که ازم تا الان داشتید و جواب بدم. اینم دوستم فاطمه است که اومده کمکم کنه. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل یوتیوب فاطمه و قراره که سوالاتی که پرسیده بودین رو از فاطمه بپرسم و جوابشو بشنویم. خب چند سالته و کجا زندگی میکنی؟ خب من 22 سالمه، یعنی یه ماه و نیم دیگه میشه 22 سالم. بعد 26 آذرم. بعد تهران پارس زندگی میکنم، تهرانم، سمت تهران پارس. و اینکه همین. قدت چنده؟ خودم هم نمیدونم واقعا قدت واقعا چنده؟ ببین قد من واقعا دارم جدی میگم خیلی بلنده، از دخترای دیگه خیلی بلندترم، حتی الان وایسم از فاطمه خیلی بلندترم. بله من ولی در کل اینطوری نیست که قول باشم، یعنی چجوری که مردا گنده تر باشم. نه، من حتی از فاطمه الان خودش شاهده، اگه دروغ میگم بگو دروغ میگم، حتی از فاطمه یعنی لاغرترم، یعنی اونطوری نیست چارشونه باشم. حالا تو ویدیوها کلا خیلی گنده تر نشون میدم سر زاویه فیلم برداریه، ولی نه همون ظرافت رو دارم و خیلی دخترانه قدم بلنده. نه این بعضیا پسرانه باشم و قدم خیلی بلند باشه عین قول باشم، نه. آره واقعا. سوال بعدی، سایز پات چنده؟ این همه سوال داداش. حالا حتما باید بگم. آره دیگه. سایز پای من نمیدونم واقعا چنده، بین 40 و 41 موندم. میتونم بگم 40 و نیمه، چون بیشتر کفشان قالباش بیشتر کفشان سایزش 40 و خیلی از کفشان مثلا 41 ولی همون سایز کفشای 40. آره ولی بیشتر 40. خب عاشق شدی؟ آره عاشق شدم. همین دیگه. نه مشخصات، من مشخصات میخوام، حالا بعدا ازش میپرسم، الان نمیخواد بگه فعلا. بیشتره. قصد ازدواج داری یا نه؟ نمیاد بگیره. نه چرا؟ قصد ادامه تحصیل دارم. قصد ادامه بلاگری دارم. قصد ازدواج خب اگه موقعیتش باشه چرا که نه. من آدم ازدواجیم، خیلی ازدواجیم، عاشق ازدواجم. ایشالله که خب سوال فانتزی که مربوط به قد باشه یعنی چی؟ نفهمیدم. فانتزی که به قد باشه فکر کنم منظورش اینه که کسی که قدش بلنده، نمیدونم، حالا فانتزی چیزی که تو مغزم رو دارم میگم از این سوال. شاید منظورش اینه که کسی که قدش بلند باشه فانتزی تو باشه چیه، یعنی پسر. نمیدونم، ولی من فاز مثبتی از این سوال نمیگیرم، ولی خب حالا اشکال نداره. فانتزی اینه که فانتزی خاصی ندارم راجع به قد. چطوری شد که بلاگر شدی؟ من خیلی علاقه به بلاگری دارم و اینکه از اول داشتم و هیچ جوره نمیشد. من پیجم 900 تا فالوور داشتم و ویدیو میذاشتم 2000 تا میخورد، انقدر ذوق میکردم، میگفتم واو، به همه میگفتم وای 2000 تا ویو خورد، به همه نشون میدادم. بعد ویدیوام بی کیفیت هم بود، همین با آهنگ لبخونی میکنم مدلی. ولی بعدا یه دوستی پیدا کردم و الان دبیه، اسمش نیایشه، خیلی دوست خوبیه، یعنی خیلی دوستش دارم. بعد اون خیلی بهم کمک کرد چون پیجمون بالاتر از من بود و زمانی که من 900 نفر فالوور داشتم اون 30 فالوور داشت، 30 فالوور واقعی، و من باهاش ویدیو گرفتم. انقدر مهربون بود، گفت بیا با هم دیگه ویدیو بگیریم. بعد ویدیو گرفتیم یه آهنگ چالش و اینا، دیدم وای 100 خورد و اینا. بعد به من 1000 تا 2000 تا همون 2 روز اول فالوور داد. بعد این شد که خیلی بهم کیف داد، یعنی انقدر حال داد. فقط میخواستم ادامه بدم. این وسواسه رو گرفته بودم هی فالوورام بره بالاتر، هی بیای بهتر، تا اینکه الان شدم 71 با لطف شما. بعد ایشالله که اگه خدا بخواد همینطوری پیشرفت کنیم، 100 کاشیم، از 100 بیشتر.
خیلی علاقه دارم خلاصه به بلاگری. حمایت کنین. فقط هم بلاگری ها، یعنی من غیر بلاگری الان کاری نمیکنم، نه بیرون کار کنم اینا. آدم خیلی تنبل به شدت که خدا رو شکر قبوله. نه کار خونه نه کار بیرون هیچی. اگه اینم نبود یعنی کاری دیگه دوست نداشتم. البته نقاشی خیلی دوست دارم. مثلا نقاشی دیگه آره داشت دوست دارد من این مورو تو کردم. خب داداش خدای ما خیلی بزرگه داداش. جون. نازنین دیدی؟ آره. خب آرزو چیه؟ آرزوم اینه که قبلا آرزوم ازدواج کردن بود. آرزوی همه دختره. ولی الان آرزوم اینه که پیجم انقدر بره بالا که بتونم دستم تو جیب خودم باشه، همیشه مستقل ترشم، این کارم ادامه بدم. الان آرزوم اینه دیگه. و کسایی که دوستشون دارم تو زندگی من هیچ وقت دستشون ندارم. این اولین آرزوم، این مهمتره، بعد اون یکی ها، چون این خیلی مهمتره. بله. خب انشالله که برسی بهش. و سوالاتمون تموم شد. اکثر سوالا همین بود، تکراری بود. یه سری چیزایی بود که نمیشه گفت و دیگه همین.